عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان. خب یک سوالی هست که این روزا خیلی مطرح میشه و متاسفانه من ندیدم تا الان پاسخ صحیحی بهش داده بشه. اونم این هستش که دلیل افزایش فروش نفت در 2 سال گذشته 3 سال گذشته چی بوده و متاسفانه میبینیم که پاسخهای ناصحیحی از هر دو طرف داده میشه و هر کسی از دید خودش بررسی میکنه. واقعیت اینه که دلیل افزایش فروش نفت در 3 سال گذشته مهمترین و کلانترین عاملش سیاست‌هایی بوده که غرب اتخاذ کرده. الان خدمتتون توضیح میدم، حتما تا آخر این ویدیو رو یا پادکست رو تا آخر با دقت گوش بدید. ببینید، ما در 5 اسفند 1400 شاهد شروع جنگ اوکراین بودیم با روسیه. خب میدونید روسیه بیش از 10 میلیون بشکه نفت در واقع تولید صادراتش بود. از طرفی فدرال رزرو هم داشت سیاست‌های انقباضی رو شروع کرده بود و داشت ادامه میداد. حتی در بیانیه فدرال رزرو در همون برهه بعد جنگ اومده بود علیرغم نگرانی‌هایی که وجود داره از جنگ اوکراین و روسیه، اما به دلیل تورم بالا چاره‌ای جز ادامه سیاست‌های انقباضی، اونم با یک به صورت اگریسیو و خیلی قوی نداره. خب ما دولت 13 در تاریخ خرداد بود دیگه، خرداد 1400 بر روی کار اومد و ما افزایش فروش نفت رو 5-6 ماه بعد از اون شاهد بودیم. یعنی در زمستان این یک شیبی پیدا کرد که رویترز مرتب اعلام میکرد. دلیلش این بود که منافع کشورهای اروپایی، منافع آمریکا در این بود که ثبات عرضه نفت در جهان ایجاد بشه، چون تورم افسارگسیخته‌ای در آمریکا و اروپا شاهد بودیم. تورم حتی تا 9% رسید که برای اقتصادهای مثل آمریکا یه چیز فاجعه بار هستش. بخش قابل توجهی از این تورم مربوط میشد به بخش انرژی، یعنی 2 قسمت انرژی و مواد غذایی خیلی تأثیر داشت در تورمی که ایجاد شده بود در اروپا و آمریکا. خب میدونین روسیه علاوه بر این که صادر کننده بزرگ انرژی هم هست، از طرفی یکی از تولید کننده بزرگ کامودیتی ها هست. یکیشون مثلا گندم هست، یا خود اوکراین 3مین فکر کنم صادر کننده گندم جهان بود. لذا تورم در بخش انرژی و مواد غذایی بسیار برای کشورهای غربی مخصوصا و اروپایی، آمریکا و اروپایی بسیار مهم بود و اونا برای اینی که تورم رو مهار بکنن چاره‌ای نداشتن. اولا که سیاست‌های پولی به شدت اگریسیو و شدید اتخاذ کنن، هم در اروپا هم در آمریکا و حتی در شرق آسیا، کشورهایی مثل ژاپنی که همیشه مشکل دیفلیشن یا تورم منفی داشته، دیدیم که با تورم نزدیک به 4%، 38% روبرو بود. لذا اینا سیاست‌های پولی به شدت انقباضی اتخاذ کردن. از طرفی ثبات عرضه نفت رو با چند روش اومدن کنترل کردن. اولینش که ایالات متحده انجام داد استفاده از ذخایر استراتژیکش بود که به شکل بی سابقه‌ای شروع به استفاده از ذخایر استراتژیکش کرد. دومین کاری که کردیم بود که با کشورهای مثل عربستان وارد مذاکره شد که از نفوذ عربستان تو اوپک استفاده کنه و اون کسری تراز در واقع عرضه و تقاضای نفت رو پوشش بده. و عامل سومش این بود که به کشورهایی که مثل روسیه و ایران که تحت تحریم هستن اجازه بده صادرات نفت داشته باشن. مثلا برای روسیه تو G7 در واقع براش مجوز صادر شد که کشوری مثل هند و چین میتونن نفت ازش وارد بکنن با بشکه $65 و عملا تحریم ها بر روی کاغذ بود. این اتفاق دقیقاً برای ایران هم افتاد، یعنی زیاد به صورت بین المللی جلوگیری نکردن از صادرات ایران و این در واقع بحث منفعت جهانی برای تمام طرف‌ها بود. هم برای غرب سودمند بود چون تورم انرژیش رو کنترل می‌کرد، هم برای کشورهای شرقی مثل چین و هند خیلی خوب بود، حتی کره، چون نفت رو با قیمت پایینتری می‌خریدن، و از طرفی برای کشورهای مثل ایران و روسیه خیلی خوب بود چون عملاً با تحریمایی که وجود داشت میتونستن صادراتشون رو انجام بدن و در واقع کسریهای خودشون رو جبران بکنن و ارزآوری داشته باشن. لذا دلیل اصلی و کلان
ریشه در اقتصاد جهانی و وضعیت اون برهه داشت و زیاد نمیتونیم بگیم که حالا بایدن سر پیچ و شل کرده یا نمیدونم فعالیت دیپلماسی خیلی قوی در دولت 13 داشتیم. ریشه اصلی و کلانش در این مواردی بود که عرض کردم و من متاسفانه ندیدم حداقل اقتصاددانی در این مدت یک جواب صحیحی بهش بده و وظیفه دونستم که من حداقل نظر خودم رو در این رابطه با شما به اشتراک بذارم. و خب دیدیم خب این سیاست ها کاملا جواب داد. تورم هم در آمریکا هم در اروپا هم در کشورهای مثل ژاپن کنترل شد. در نشست قبلی کمیته سیاستگذاری FOMC روز یعنی چهارشنبه 2 هفته پیش قبلش CPI تورم منتشر شد که دیدیم شاید 0.3% کاهش تورم بودیم، از 3% به 3% رسید. نرخ تارگت تورم فدرال رزرو 2% است. در اروپا خیلی نزدیک شدیم، یعنی زمانی که به نرخ تارگت هدفشون برسن اونجا هست که دیگه اصطلاحاً اون ممکن هست دوباره اون سختگیری های بین المللی برای عرضه صادرات کشورهای مثل ایران و روسیه در واقع دوباره قوت بگیره، تا ولی نه به شکلی که دوباره منجر به بیدار شدن اون غول تورم و اون در واقع دیو ترسناک تورم بشه. اما فعلا همچنان چون هنوز تورم با نرخ تارگت فاصله داره، این سیاست ها ادامه دار هست. دولت جدیدم هر دولتی میخواد بیاد سر کار تا مدتی مشکل نخواهد داشت، اما بعد مدتی حتما با چالش های مواجه خواهد شد. البته بس در این رابطه خب خیلی مبسوط‌تر و کاملتر میشه داشت، یعنی میشه ساعت‌ها در موردش بحث کرد، ولی من سعی کردم در 6-7 دقیقه ریشه کلان و اصلی افزایش فروش نفت رو در 3 سال اخیر خدمت شما عرض کنم. ممنونم از توجهتون.